خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. سفر به استالین آباد. راهبریت رادیو چند بار پیشنهاد کرده بود که برای گسترش و استحکام دادن رابطه‌های رادیویی تاجیکستان و ازبکستان به استالین آباد سفری خدمتی انجام دهم. لیکن در رفت تحصیل دانشگاه امکان سفر را نداشتم. نهایت ماه اوگوست سال 1947 سفر استالین آباد دست داد. این سفر را می توانم سفری نخستین خود به استالین آباد گویم، هرچند سیاحت مختصری سال 1936 در وقت خردسالیم واقع افتاده بود. اینک بعد از 10 سال باز در حولی نویسندگان در خانه سابق سهیلی و در این وقت خانه فاتح نیازی منزل گرفتم. نیازی در این خانه پیش از جنگ با عائله و مادر و خواهران و دادرش زندگی می کرد. بعد از به جنگ رفتن و در تاشکند در ایفای وظیفه حربی بودنش اینجا خانواده آن کس زندگی می کرد. در این سال که فاتح نیازی برای تعطیل به استالین آباد آمده بود مرا مهمان خود قبول کرد. در مدت کوتاه با مادر و خواهران و یگانه دادر ایشان شوکت جان دوست و الفت شدیم. در این سفر سعادتی رخ نمود که از قدم اولین به محیط ادبی، به زندگانی همروزه نویسندگان و به یک دایره دوستانه و خویشاوندی آنها داخل شدم. در این خانه میرزا ترسونزاده، میرسعید میرشکر، صمد غنی، زیادالله شهیدی، باقی رحیمزاده زندگی می کردند. عجب زندگی اهلانه، شاعرانه، رندانه، خردمندانه و عبرت آموز و اگر امروز گویم ناتکراری داشتند آنها در این خانه و حولی از نگاه امروز درویشانه و خلوتگزینانه. زنها اکثرا در روی حولی خوراک می پختند. بیگاهی که سایه درختان حولی را سرد و سلقین می کرد، هر کس بالای کت خود با اهل خانه جمع می آمدند، غذا می خوردند. بعد از صرف غذا مردها در یک کروات، زنها در کروات دیگر جمع شده صحبت‌های شیرین می کردند. شاعران لطیفه و ظرافت می گفتند. در فضای هوای تازه حولی نفس لطیف و بیغباری باشندگان این درگاه مهرپرور و مهراگین بود. خنده و قهقهی گوشنوازی حیات بخش آنها بلند می شد و پس از این یک آسایش و آرامش بال می افکند و همه در زیر این بالهای پرنیان به خوابی راحت می غنود. روز چند تن ادیبان و شاعران ساکن همین حولی به سیر دره ورزاب برآمدند و بنده را هم به حیث مهمان همراه گرفتند. من در چند روز با شاعران و ادیبان که تنها با نامشان به احترام و محبت آشنایی داشتم همنشین شدم. در صحبت آنها دلیرتر و قرینتر گشتم. ما در نزد چشمه دورتر از لب دریا نشستیم. کوه و کوه ساران برای من تماشای نو بود. در بچگی در احاطه کوهسار و نسیم دریای زرفشان چند سالها را سپری کرده بودم. اما منظره کوههای ورزاب، جریان آب و شفافی و صافی آن نمای دیگری داشت. من از صحبت ادیبان و شاعران لذت می گرفتم. از هوای تازه دره ورزاب و باد سلقین آب دریا آزادانه و حریصانه نفس می کشیدم. یکی از هدفهای سفر جمع نمودن اشعار نوی شاعران و حکایه و پارچه های منثور نویسندگان تاجیک بود. در این کار از کمیته رادیو کمک خواستم و کارمندان شعبه ادبی مواد فراوان آماده کردند. دیگر از میرشکر و میرزا ترسونزاده خواهش نمودم که چند شعری نوشان را برای پخش کردن از رادیوی تاشکند تحویل کنند.
بعدی 2-3 روز صبح بعد ناشتا ترسونزاده روی حولی مرا دیده گفت که شعرها تیار است و حاضر می تواند به من بدهد. من روی کرواتی روبروی خانه آن کس نشسته منتظر آوردن شعر بودم. ترسونزاده با یک تهی بی قصب تنک در بر، چند تخته کاغذی آهری در دست از خانه برآمده در روبروی من نشست. من از تأثیرات سفر هندوستان یک سلسله شعر ایجاد کردم. از این شعرها برای رادیوی تاشکند 2 شعر را انتخاب کردم. ترسونزاده بالش را زیر آرنج خود گذاشته به یک پهلو نشست. من یک تای این شعر را برای شما خوانم. حاضر از مسوده پاک نویس کردم. کنی بینیم چه خیل برآمده است. شعر در وصف رقاصه مشهور هند تارا چندری انشا شده است. ترسونزاده با صدای نچندان بلند به تأنی به خواندن شعر شروع نمود. من گوش می کردم و تدریجاً به عالم افسانوی هند که شاعر خیلی حساسانه تصویر و ترنم نموده است داخل می شدم. شعر چون موسیقی صدا می داد و در پسی پرده موسیقی سیمای رقاصه هند به نظر جلوگر می شد. در تاشکند از شاعری تاجیک تا امروز شعری گوش نکردم. اینک حالا شاعری تاجیک، شاعری پیش قدم امروزی تاجیک برای من شعر می خواند. نه، و نه تنها برای من بلکه برای میلیون ها شنوندگان ما شعر می خواند. فخر می کردم که اولین شنونده شعری نوی شاعر هستم. نیازی گفته بود که ترسونزاده به قریبی از سفر هندوستان برگشته است با تأثیرات بزرگ و تفکرات نوی جالب. حالا از تأثیرات و خاطره های سفرش شعر می نویسد. لیکن گمان نکرده بودم که من شعرهای هنوز اعلان نشده او را می گیرم. ترسونزاده ورقهای برنگ بنفش به حرفهای خیلی خوانا و یکچین نوشته را به دست من داد. گفتن ممکن است که شما و شنونده های رادیوی تاشکند از اولین ها خواهند شد که این شعر را گوش می کنند، گفت ترسونزاده با تبسمی گرم و علاوه نمود. دیروز از کمیته مرکزی تلفن کرده بودند. رفیق پولادوف یا رفیق غفوروف شما را به قبول خود دعوت کردنی هستند. شما پیشکی تیار شوید. اگر بعضی خواهش و پیشنهادها درباره کارهای رادیو داشته باشید به آنها میگویید. بعد از 2 روز نیازی خبر داد که امروز بعد ساعت 2 رفیق پولادوف کاتب کمیته مرکزی حزب آید به ایدئولوژی مرا به حضور خود دعوت می کند. من درباره پولادوف از این پیش چند بار از جعفرخان عمکم شنیده بودم. این مرد سمرقندی از خادمان نامدار حکومت و حزب کمونیست تاجیکستان بود. بعد از ختم مکتب‌های سیاسی و حزبی سمرقند و اجرای کارهای مأموری و حزبی مثل بسیار زیاییان و کمونیستان سمرقندی در اولهای سالهای 30 برای رواج و رونق جمهوری نو تأسیسی تاجیکستان به دوشنبه می آید. سال 1938 در سن 32 سالگی به وظیفه وزیر معارف تاجیکستان مأمور می گردد. سالهای جنگ در صف قشون‌های شوروی خدمت نموده. بعد از جنگ کاتب کمیته حزب کمونیستی جمهوری انتخاب می شود تا سال 1954. سپس باز چند سال در مقام وزیر معارف تاجیکستان کار کرده بود. سال وفاتش 1979. شناسایی من با طاهر پولادوف در همین سال 1947 صورت گرفته و بعد از دوشنبه آمدنم بارها با ایشان ملاقات و صحبت‌های دوستانه داشتم. سالهای در نفقه بودنش چند بار با دوستانم حبیب احراری و مدحت بهبودی به دیدار و صحبت زنده یاد رسیده بودیم. کابینت طاهروف در بنای کمیته مرکزی تاجیکستان که بعد از جنگ ساخته شده بود، حالا در آنجا پرزیدیوم اکادمی علم‌های تاجیکستان فعالیت دارد، در طرف راست امارت واقع بود. پولادوف از دقیقه‌های اولین بی تکلف و بی تعارف صحبت می کرد. درباره برنامه‌های تاجیکی رادیوی ازبکستان سخن‌های خوب گفت و از کارمندان رادیو
که برای تاجیکان خدمت‌های مفید انجام می‌دهند ستایش نمود. در این کار و عموماً در رونق و رواج مدنیت جمهوری ازبکستان خدمت عثمان یوسپوف کلان است. میگویند که وی از تاجیکان وادی فرغانه است. شاید همین خیلی هم باشد. لیکن گپ در این نه. گپ در وسعت فکر و سیاست عاقلانه این مرد می باشد. آخر من شاهد آنم که در سمرقند سالهای 20 آن وقت پایتخت ازبکستان سمرقند بود، راهبران جمهوری ازبکستان حتی فیض الله خواجه‌ای تاجیکی الاصل به مقابل مکتب‌های تاجیکی زبان تاجیکی بودند. عینی و ضیاییان تاجیک سمرقند چقدرها جانفشانی کرده مکتب‌های تاجیکی، مطبوعات تاجیک، نشریات تاجیک را در سمرقند نگاه داشتند. در این بابت عثمان یوسپوف امروز چون مرد سیاستمدار خردمند کار می کند. 1 سال شد که به مقام کاتب اول حزب کمونیستی تاجیکستان باباجان غفوروف انتخاب شد. بعد از چندین سالها بار اولین است که کاتب کمیته حزب در تاجیکستان مرد تاجیک انتخاب می شود. حاضر رفیق غفوروف برای بلند برداشتن اقتصاد و مدنیت تاجیکستان کارهای مهم را انجام می دهد. نقشه های کلان هم دارد. برای تاجیکستان حاضر کادر لازم است. رفیق غفوروف برای متحد نمودن کادرهای تاجیک هم از جمهوری خودمان و هم از جمهوری های همسایه خیلی سعی و کوشش می کند. نیت داریم پیش از همه عالمان تاجیک را از جمهوری های آسیای میانه به تاجیکستان دعوت کنیم. اینچنین عالمان روس را که بیرون از تاجیکستان با تدقیق و تحقیق فرهنگ و تمدن تاجیکان مشغولند به استالین آباد بیاریم. باید گویم که اولین شده ما پروفسور اندریف را به استالین آباد آوردیم. بعد کادرهای جوان تاجیک را که در دانشگاه‌های شهرهای دیگر تحصیل می‌کنند دعوت می‌کنیم. مسکو سعی و کوشش‌های غفوروف را طرفداری می‌کند. شخصاً رفیق استالین هم. شما نقض می‌دانید که ما شخصاً با تشبث رفیق استالین صاحب جمهوری کامل حقوق اتفاقی شدیم. هنوز در سال 1925 رفیق استالین بعد تشکیل مختاریت تاجیکستان تلگرام گرم و جوشان به خلق تاجیک فرستاده تاریخ و قابلیت تاریخی تاجیکان را تعریف و توصیف کرده بود. سال 1941 در ضیافت اشتراکچیان دهه صنعت و ادبیات تاجیک هم تاجیک ها را خیلی ستایش نموده بود. پولادوف از جای خیسته سیف را گشاد و از آنجا یک ورق کاغذ را گرفته به جایش آمده نشست. انا این استنوگرام همان نطق رفیق استالین در ضیافت اشتراکچیان دهه تاجیک در سال 1941. من ورق را گرفته به دقت خوانده برآمدم. این سخنهای نهایت گرم و محبت آمیز استالین درباره تاجیکان برای من چون نویدی سماوی صدا می‌داد. خصوصا سخنهای استعاره آمیز استالین درباره آنکه تاجیکان را بیهوده تاجیک نمیگویند، آنها تاج خلقها می باشند، به من تأثیراتی کلان گذاشت. من از ضیافت کرمل به شرف تاجیکان و از سخن قدحواره استالین بیخبر بودم. ما باید سزاوار همین سخنها کار کنیم. مقام و آبروی ریسپوبلیک امان را سزاوار همین سخنها بلند برداریم. برای این پیش از همه باید ضیاییان ما کمر همت بندند. از آنکه شما در تاشکند در رادیو به برنامه‌های تاجیکی راهبری می‌کنید ما خیلی خرسند هستیم. رفیق غفوروف این کارهای شما و همراهان شما را تعریف می‌کنند. می‌خواستند خودشان شما را قبول کنند اما خیلی بند شدند. ما می‌دانیم که حاضر در ازبکستان نشریات و مطبوعات تاجیک مثل پیشتره نیست. فقط برنامه‌های تاجیکی رادیو جای این نقطه‌های مهم را می‌گیرد. گفتن ممکن این چراغ تابان تاجیکان است. شما با وجود سن جوانتان وظیفه مهم را اجرا می‌کنید. امیدواریم که شما و مثل شما جوانهایی که امروز در مکتب‌های عالی ازبکستان تحصیل می‌کنند بعد از ختم خوانش به تاجیکستان می‌آیند. ما با چندی آنها علاقه داریم. به بعضی آنها استیپندی حکومت تاجیکستان را تعیین نمودیم. قرار دادیم که به شما هم استیپندی خاصه حکومت تاجیکستان را تعیین کنیم. فردا نزد جانشین رئیس سویت وزیران رفیق سلامت چایف می روید. آن کس خبر دارند
حجت‌های ضروری را به رسمیت درآورند و از ماه سپتامبر شما صاحب استیپندیای تاجیکستان می‌شوید. صحبت‌های پولادوف با این جانب زیاده از 1 ساعت دوام کرد. از این صحبت با تأثرات و احساس مالامال برآمدم. از کوچه‌های استالیناباد آرامانه قدم می‌زدم و حس می‌کردم که در این شهرچه خرد، در این شهرک جوانی 20 ساله جنبش، بیداری، تپش به وجود آمده است. تا امروز من تاجیکی می خواندم، تاجیکی می نوشتم، تاجیکی را دوست می داشتم. ولی از تاجیک بودن خود، از زبان شیوای تاجیکی خود، از شعر و ادب خود، از تاریخ خود افتخار احساس نمی کردم. امروز در دل یک سرور و غرور از تاجیک و از تاجیکستان حس می کردم. یک سرور، یک نور در سینه می درخشید. شنیده بودم که غفوروف نه تنها شخص سیاستمدار بلکه مرد دانشمند و دانش دوست است. نیازی حکایه کرده بود که غفوروف با وی صحبت کرده به اصرار تشویق نموده است که حتما به استالیناباد برگردد. نیازی تأکید کرده بود که غفوروف به اهل علم و ادب و رونق و رواج صنعت و ادبیات توجه خاصه دارد. من در استالیناباد بار اول کتاب غفوروف تاریخ مختصر خلق تاجیک را مطالعه کردم. این کتاب بعد 1 سال به کاتبی حزب تعیین گردیدن این شخص به طبع رسیده است. از کوچه ها قدم می زدم و به فهمم قریب می آمد که مؤلف بیهوده به کتاب خود تاریخ خلق تاجیک نام نگذاشته است. این نشانه از همین جنبش و بیداری خلق تاجیک بوده است. روزی دیگر به سویت وزیران رفتم. سویت وزیران در عمارت 2 طبقه تیرگون نوساخت، بنایی که حالا در روبروی درآمدگاه آن بنای حکومت دوشنبه واقع گردیده است جایگیر بود. به کابینت ظریف سلامت شایف در آمدم. مثل انکت کاغذی را پر کردم. سلامت شایف مرا با تخصیص استیپندیه تبریک گفت. علاوه نمود که چنین استیپندیه ها با نشانداد شخصا غفوروف به دانشجویان بیرون از مرز تاجیکستان تعیین کرده می شود تا که آنها به مشکلات تحصیل خود را تا آخر رسانیده به استالیناباد بیایند. بعدی به تاشکند بازگشتنم فهمیدم که به چندی از دانشجویان تاجیک دانشگاه تاشکند چنین استیپندیه تعیین شده است. از جمله دانشجوی فاکولته گئولوژی منان حمیدوف نیز از همین سال استیپندیه مخصوص حکومت تاجیکستان را می گرفته است. منان حمیدوف دوستی من بود. شوق و هوس گئولوگ شدن او را از کانیبادان به تاشکند آورده بود. بعد از شناسایی اولین در تیر ماه سال 1947 ما در اونیورسیته با هم زود ملاقات داشتیم. ملاقات ها خیلی با آدابانه، با احترام و پاسداری، حرمت همدیگر و اندکی در صورت رسمی به وقوع می آمد. منان جوانی وزنین، آرام و کم سخن بود. ملاقات ما بیشتر در دایره دانشگاه، فاکولته آنها در پهلوی دانشکده ما بود، در یگان معرکه عمومی یا مجلس و شبنشینی ها صورت می گرفت. پیش از ختم دانشگاه منان گفت که استادش در دانشکده گئولوژی پروفسور حبیب الله عبداللهیف او را به تحصیل اسپیرانتور توصیه نموده و خودش به کار علمی وی راهبری کردنی بوده است. به همین طریقه منان در تاشکند ماند و من به استالیناباد آمدم. بعد از ختم اسپیرانتور به استالیناباد بازگشتم و دیدم که منان هم اسپیرانتور را تمام کرده آمده است. او را به راهبری شعبه خیلی مهم پترولوژی انستیتوت گئولوژی فیلیال تاجیکستانی اکادمی علم‌های SSSR تعیین کردند. به ما از عمارت به تازگی ساخته شده اکادمی در کوچه پپاف خانه دادند و هر دو مجردانه زندگی به سر می بردیم. عروسی نامزدی من در مسکو تحصیل می کرد و عروسی منان در تاشکند. در دوشنبه فهمیدم که عروسی وی یکی از خویشان نزدیک متوکل برهانوف رعنا بوده است.
رعنا دختری عمک کلانی متوکل برهانوف مکمل مختوم برهانوف بوده است. مکمل مختوم سال 1937 زندانی شد و به قتل رسید. رعنا در تربیه مادر و پدری دومی غمخوار و با معرفتش ماند. سال 1957 من با عروس شوندم و سال 1958 منان با رعنا توی نکاح آراسته از به قول معروف درد هجران رهایی یافته به خوشی و خرسندی و سعادتمندی در جوار همدیگر زندگی می کردیم. تابستان سال 1960 با عائله و دخترچه های نخستین خود در استراحتگاه نوبنیاد اکادمی 1 ماه با هم در راحت و فراغت بودیم. خوشبخت بودیم و سایه ابری در آسمان زندگی خود نمی دیدیم. زمستان سال 1961 شنیدم که منان بیمار شده و دکترها از وضع صحت وی در تشویش بودند. معلوم شد که در جسم او آریزه سفید خونی را پیدا کردند. این خبری شوم برای عائله نورسته وی و عموماً برای دوستان و والدین آنها فاجعه بود. تابستان راهبر علمی منان عبداللهیف که آن وقت پرزیدنت اکادمی ازبکستان بود، منان را به بیمارستان حکومتی ازبکستان برد. بعد از این خود عبداللهیف هم به بیماری وزنین گرفتار شده در بیمارستان دیگری مخصوص حکومتی بستری گردید. من همان سال با عائله عزم سفر کوکتبل داشتم. در راه به تاشکند آمده به عیادت منان رفتم. وی وزنینی بیماریش را می دانست، اما امید از معالجه دختران داشت. وی از بیماری ناگهانی راهبرش خبردار شده خیلی در تشویش بود. می گفت که رفته از راهبری خود خبر گرفتنی شده است، ولی دکترها اجازت ندادند. یک روز پیش از پرواز به کوکتبل به عیادت منان رفتم. از سالهای دانشجویی، سالهای مجردی و انتظاری عروضهای خود، از نقشه و نیتهای علمی صحبت گرمی داشتیم. لحظه وداع خیلی وزنین بود. لیکن هر دو هم از نومیدی و خطر بیماری نشان ظاهر نمی کردیم. من باور داشتم که بعد از 24 روز منان را باز زنده حتی در صحت و سلامت می بینم. 2 روز پیش از برآمدنم از کوکتبل 20 اوگوست مکتوبی با خبری درگذشت روز 16 اوگوست منان رسید. نوشته بودند که تا لحظه آخرین زندگی وی با همه مهربان بود. با وصیت و بیم خطری مرگ کسی را در اضطراب نمی گذاشت. 10 روز پیش راهبری وی عبداللهیف از جهان چشم پوشیده است. این خبری شوم را به منان نگفتند. وی تا دقیقه آخرین از وضع صحت عبداللهیف می پرسیده است. با اصرار پدر و مادر جسد منان را به کانی بادام بردند. من به تاشکند آمدم. از آنجا به دوشنبه. جای منان خالی بود. در تاشکند سوگواری او را در صحبتی پر از حزن و اندوه با متوکل برهانوف گذرانیدیم. یاد او را در دوشنبه با اشک‌های 6 قطار و گریه و نوحه‌های همسرش پاسداری نمودیم. بعد از چند وقت متوکل برهانوف تریوی ماتمی خود را به یاد منان تعریف نمود. من هم حکایتی نوشتم با نام تنبوری دلکش به یاد دوستم گیالوگ جوانی تاجیک منان حمیدوف و این چند سطر صفحات خاطره ها نیز به پاسی یادی دوستی جوان مرگی زنده یادم ثبت گردید.